این برنامه رو تقدیم میکنیم به مدیریت موقت فدراسیون فوتبال که زحمت کشیدن بعد از ابقای اسکوچیچ برای ملی پوشانمون خط و نشون کشیدن. قضیه هم این بود که کمیته فنی صلاحیت اسکوچیچ رو تایید نکردن، گفتن که نیست دیگه. ما گفتیم تمام شد دیگه، کارش تمام شد، خداحافظ، ما خیلی خوش استقبال و بدبقییم، خدا نگهدار اسکوچیچ، خداحافظ، و عکسای اینجوریشو گذاشتن و اینا. بعد 6 روز نگذشت هیئت رئیسه اومد گفت نه آقا جان ابقا، کاملا برعکس شد. اصلا نباید رسانه‌ایش میکردید که، یعنی همون 4 نفری هم که توی اردو برای اسکوچیچ اتفاقی از روی پاکی دل یه تره خورد میکردن، اونا هم دیگه خورد نکردن، دیگه تموم شده، چیکار دارید میکنید؟ بعد از اونجایی که هیئت رئیسه برای کادر فنی تره خورد نمیکرد، برگشت گفت که آقا اصلا شما نباید اینو رسانه‌ایش میکردین، اصلا برای کمیته فنی گفتن نباید شما اینو رسانه‌ای میکرد. کمیته فنی هم که باز همونطور، اونم برای هیئت رئیسه تره خورد نمیکنه، اونم برگشت گفت که نه آقا اینا دنبال موش و گربه بازی هستن، اصلا یه چیز بلبشوی به هم ریخته، اصلا ناجوری. من خواهش می‌کنم برای حفظ ظاهرم که شده اینقدر برای هم تره خورد کنید، ساتوریش کنید بره دیگه. بعد بیانیه دادن آقای هیئت رئیسه و اینا، فدراسیون اومده گفته که آقا از این به بعد هر کسی بخواد اخلالی در اردوی تیم ملی را بندازه، من میدونم و اون میدونم برخورد انضباطی. کت و تاب دادن و با کمربند دنبال بازیکن‌ها که دیگه از این به بعد دیگه تموم شد، رفت دیگه برخورد میکنیم. بعد میخواستن یه نفرم بیارن برای اینکه چیکار کنه نظم اونجا برقرار، میخوان مبصر بیارن تا اونجایی که البته ما میدونستیم باید سرمربی و سرپرست تیم با همدیگه این نظم رو برقرار کنن، ولی الان میخوان یه نفر بیارن. بعد آقای فدراسیون، آقای هیئت رئیسه، آقای عزیز، مگه کلا خود شما مقصر این قضیه نیستید که تیم ملی ریخته به هم؟ بعد میخواید یه نفر رو بیارید که اینو جمع کنه، مثلا خودتون مقصرید، کمربند بگیره دستش چیز کنه، تیم 2 دسته شده. خیلی عجیبه. بعد آقای دراگان عزیز بزرگوار، شما که خودتون فرموده بودید که هیچکی بهتر از من نیست برای تیم ملی، آیا میدانید که 8 شهریور انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال است و آیا میدانید که 190 رئیس فدراسیون عوض میشه و اگه عوض بشه احتمالاً با 190 شما رو برمی‌داری؟ خیلی امیدی نداشته باش به این نیمکت در جام جهانی. یعنی من میگم برای اون ماها آبان آذر که یه برنامه سفری چیزی هم داشته باش به عنوان پلن بی. البته الان سرمربی ماست و احترامش واجبه. حالا 8 شهریور به بعد بنده هستم خدمت.